ولد دختر باید که شادی و خرسندی و زیادترک شود. پیغمبر خدا را ببینه. حضرت میگه فاطمه 20 منی. فاطمه یک بند جگری مای، یک گوشه بدنی مای. همین که دوستش میداشت حضرت در جانش بیچاره بود. همولی همین پیش همین صحبت ها هم دلشاد گفت که چهارم شم دختر شد. گفتم خشو به حالت خرسند باش. با خدا قسم اینا والله من قسم خورده استم. الحمدلله پسرم دارم و دخترم دارم. او خیلی که من هم دختری کلانی ما دوست میدارم، بچه ما دوست نمیدارم. بچه های بند جگر تای میگه اگر همه هر دشا کیوس کنی من دخترم از زیادترک دوست میدارم. برای که مقصد که غیرتش دیگه های، شوق رغبتش به دین اسلام دیگه های، محبتش دیگه های، علمش دیگه های، فرق میکنه. این گپایی که یک بچه باشه، یک بچه باشه. همین دختری با ناموس و با ننگ با غیرت باشه، با خدا ای بچه ها دا میگذرونه. برای که دختر محبت داره، دختر پدر دوست میداره. دختر وقتی کلوشید پدر ای خوری میبروید. دیگه زغزغ بقبقی زمکه گوش نمیکنن. چویک شدن میکنن، سر لباسکاش میشوان، پاپوشیوش تازه میکنن در پیشش میمونن. دخترای از ماشینای پدرها را میشوان. تازه میکنن. بچه ترمر ماشین تا میگیره میگریزه. با یگان جو آوری میکنه دردی سر میشود. دخترک ماشینک تا تازه آزاده میکنه، آماده میکنه. خدا رحمت کنه مسافر پدرمون. همون وقتای بیماریش در خونه من بود. یک چند مدت خداوند همین نصیبم گردون. امکان یافتم که ولی همین پدرها همین بیماریشون هم به حکمت نیست آخی. اینم یه امکانیت است برای فرزندها که خدمت کنن. آخه او سالم و تندرست باشه خیلی خدمت میکنه. بعد همین برادرام، دادرام، اکما کلونیام، دادرام دا هم گرد ونوان. یا روز پس دو روز پس میان خبرش میگیرن. یا خواهرچه مو در حصار هر روز می اومد. با هم یه روز با بیچاره او شرایط امکانات خوب هم نداره. یه مسافر دیگه هم پنسه و منسه شما شد همون میداده که اون یک جور اپلی میو هیچ کار میکنه و معنیش کردن نمیتونست. همین قی تاکیدش بکنه نیو میویا. و این پدر ما خود دختر دوست نمیداشت. همین دختر چیه؟ در تخمش گفتم تری گپوی چی داشت رحمتی. و یه روز گفت که بچه‌م گفت با خدا گفت دختر با محبت تر میشید است ایروی کودک دوره شوهر دوره خسر دوره همین قچه همینجا کشیده و هر روز اومدن ایره ببین مردکان خیلی غیرت نداره. ای برادر خود در این اکسیر زن کم نباید صدقی مرد صدقی زن. آن دل مردی که از زن کم بود آن دل باشد که کم زیش کم بود. خدا کنه که به قدر این دختر رو برسی. ولی دختر را تربیه کردن در کار. دختر اگر تربیه نکردی در قد کوچه سر بودی سبب شرمندگی میشود، سبب خجالت میشود، سبب بی آبرویی انسان میشود. نه که با خدا قسم اگر دختر را تربیه کردی، دختری خوش اخلاق و با ادب تربیه شید، همو خسر خشتومنش هم میگن بر پدرت رحمت، شوهرم دائمی نداره میگه بر پدرت رحمت میشنوی. با شرافت دعای دختر، با شرافت خدمت دختر خدای تعالی گناه بنده هاش هم میبخشه. در عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک زنی را شوهرش میگه که تو اومدن ما ای خونه نبرو. نمیگه اگر برمدی سه طلاق. میگه تو اومدن ما ای خونه نبرو. توجیر به دست تجارت میره، سفر تجاری. ای با این چند مدت میگذره پدر دختر بیمار میشه. میگه نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم برادرش فرستاد که یا رسول الله اجازه هست که من ببرم؟ اوی شوهرم گفت نه برو پدرم بیمار شده است. وقت پدر در زیبم حق داره. حضرت گفت که برا بگوش که اطیع زوجک، شوهر تا اطاعت کن که حقی شوهر از حقی پدر بلا میشه. وقتی دختر شوهر کرد اومدن گفتنش قرار صبر کرد، پدر از دنیا گذشت. باز میگه برادرش فرستاد اجازه هست که من برم مرده پدر و قلم بینم در جنازه شرکت کنم. که حضرت باز تأکید اطیع زوجک، شوهر تا اطاعت. زنی صالحه، زنی مسلمان میگه نرفت در جنازه پدرش. یک چند روز پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشارت فرستاد به همون زن. گفت برای بگینش که این الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. خداوند به پدرش
رحمت مغفرت کرد، پدرش مورد رحمت مغفرت قرار داد به سبب اطاعت، به سبب گوشکنی فرمان شوهرش. از رفتن چی فایده و منفعت میرسید به اون پدر؟ هیچ. اما میبینه که به اطاعت شوهر پدرش در رحمت مغفرت پروردگار قرار گرفت. این است. ولی دختر جدی است، باید حتما تعلیم تربیت کرده شود. به تعلیم تربیت که ماند وای به حالی ماند. شرمندگی میشه و حقیقتا خجالت میشه. در زمانهای پیش همون عرب ها بعضیش که همین از دخترها شرمندگی و خجالت دیده بودن و قول خودشو دوست نمیداشتن دخترها. حتی بعضیاش زنده به زنده در گور میموندیان. یک شخص با نام قیس از قبیله بنی تمیم میگن از حضرت صلی الله علیه و سلم اومد باره، گفت یا رسول الله یک سال گو ما با نعمان ابن منذر شاه حیره جنگ کردیم. نخست میگه هجوم کرد اومد در دهه ما دخترها را و زنها را همه را اسیر گرفت برد، مقصد کنیزک شدن. از بین یک چند مدت گذشت، شاید یکون سال زیادتر گذشت، بین ما صلح صلاح شد. با صلح کردیم و شرط ما همین بود که همون دخترهایی را که ما گرفته بر بگردونیم. میگه نعمان ابن منذر گفت که آخه شوهر کردگیان بعضیش، او را چیکار کنیم؟ اختیار در دست اختیار میتیم. اگر بخواهن مایلش برون، نه که اگر بگن شوهر رو مقدمه استیم ما دیگه کار نداریم، مقصد ما نمیتونیم او را مجبور کنیم. میگه دخترها را پرسیدم، بعضیش حقیقتا پدر و مادر را اختیار کرد برگشت اومد، اما بعضی دیگرش از جمله میگم متاسفانه دختری ما همون شوهرش قبول کرد. همین شرم داشتم ایزا کشیده میگم در پیش قوم ما خیال کردم ناموس مای دستم رفته است. دیگه میگم عهد کردم با خدا که هر دختری شود زنده به زنده در خاک میمونم. همین زنا میگن هر کدومش که تولد میکرد در او میگرفتم زمین هم میکندم، هم تفلکه در تای خاک میپرتفتم. ای با این چند مدت گذشت یه زن میگه حامله بود، من سفر رفتم، میگه از سفر بازگشت کردم اومدم که علاقه وضع حمل کردگی دیگه حامله نیست. پرسیدم چیکار کردی، چی زایدی؟ گفت مرده تولد شد، غلطید، مقصد نورسی. دیگه میگه سراغشم نکردم. ای بین 13 سال گذشت، یه روز خونه میام که یک دختر جمال خشو اینجا بازی داره. اگه تصور کنی که عادتا دختری 13 14 ساله خودش صاحب جمال میشه، دختری خودت باشه با چقدر بزه میتونه آخی. با میگه پرسیدم ای کی دختر؟ میگه زنم گریه کرد، گفت که هم دخترچه تخته. من ترسیدم که گوروش میکنی در دستی خواهرم داده بودمش، میگه همو کلونش کردن. خیلی دیگه کلونک شی دست نکرد. گفتم تدم دختر در کورای کو. میگه یگون گم نگفتم. بیچاره زن خیال کرد که من با تقدیر تن دادم. یک روز زن میگه کجای مهمونی میگه دختر من گفتم که بخیر بچم کار دارم یا جو میریم. همین بیچاره شادی کردن قطعی پدرش یه جا رفته است. پیش من تری میگه دویده و توزیده پدر جان میریم. پدر جان ایجا چی نام داره؟ ایجا گجوهای. بعد اومده میگه یه جا کمک کندن گرفتم. گفت چیکار میکنی؟ گفتم ولی صبر که با میبینی. چیکار که کندم میگه. بعد برو اومدم بالا و با همون پشتی بیل یک تزدمش میگه. دادم هم چیکاری حالت. خاکم میگه بالاش چپا کردن گرفتم. میگم گریه و ناله پدر چیکار میکنی؟ تری نه گریه داره. حتی میگم دستش برآوردگی لبی دامنم قپید. همون میگه که ناموس ده ناموسی دنیا. من عهد کردگیم. اسلام به خدا قسم اسلام بود که همون عربا را از این بند جهالت ها برآورده باشه، در این طریق جهالت قرار داشتن. همون میگه دست شکندم هم تا تای خاکش کردم مور. دل جگرم پوره شد. میگه اون کمی کارا کردم. حضرت هم تا نگهش داره. او بای دیده پیامبر صلی الله علیه و سلم ریخت. گفت من لا یرحم لا یرحم، کسی رحم نداره هیچ وقت خداوند نسبت اون ترحم نمیکنه. الراحمون یرحمهم الرحمن. این آدمایی که رحم ترحم دارن رحم جان یو را همیشه الله میخره. اللهی که رحمان ای صفتش. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. شما غم جانی همین مردم زمین بخره نسبت همه غمگسار باشه. خدای بزرگی که
ملکوت خلق کرده است، فکر شما را میکنه و شما را حفظ نگهبانی میکنه. متاسفانه ولی در بین همین مردم رایج است همین قصه را به حضرت عمر نسبت میدن. اصلا یک دروغ محض است. قریشی ها هم در زمان جاهلیت و مشرکی را از بس که از شریعت ابراهیم خلیل علیه السلام یا مقدار مونده بودن و خونه و همین چیز، هیچ وقتی کاری جاهلانه را نمیکردن. خاصتا حضرت عمر، این عمری هست که در همون زمان جاهلیت شراب خوردگی نیست. چه برسه بهتری جو نسبت یک عاجز یا بیچاره. این عمری هست که وقتی خواهرش فاطمه را میگه هم به غضب یا شپلق زد، ای بنیش خون رفت خیس پشتی شوهرش گرفت، بله مسلمان شدیم. چی میگوی؟ مسلمان شدیم چی؟ میخوایی همون دین بت پرستی پدرای شما را پیروی کنه. دید وقتی آبی دیده خواهرش و خونی بنیشه، شخصی که قصدی کشتن داشت، کشتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم، همه خیلی دیگر آرام میشید، همین دلش مال از همین رحمت ترحم شد که گفت چی خونده استم ده؟ کاغذ زده شون بود. حضرت خباب ابن عرد رضی الله تعالی عنه صحابی پیغمبرم را آورده است. در همون ورق سوره طه نوشته شده بود، نه نازل شده است. بعد کاغذ نشانش داد، خواست بگیره که گفت نجیسی، تو درست نیست ایده قپیده. رفت غسل کرد، اومد ایمان آورد، بعد دادش کاغذ گرفت چند سطر را خوان، گفت سبحان الله، اینقدر این سخنای بزرگ، اینقدر چیزای پاک و تازه سبب اسلام عمر ابن خطاب که به نامش افتخار میکنه، پادشاهای جهان ای شنیدن نامش میلرزیدن، اینمی زن شدگی، اینمی خواهرش فاطمه. برای همین نسبت زن باید که غمگسار باشیم، اندیشه کنیم. همین خیلی که برای پسرت پول صرف میکنی و تربیهش میکنی، در دختر زیادتر کردن در کار. دختری که قرآن خونه امکان نداره که یکون فرزندش بی سواد بمونه، مجبور شو میکنه نمی شپلاق شفقتی گوشش نکشیده در بالای قرآن میشونه، مجبور شو میکنه قرآن خون میشونه. دختری که مستوره های امکان نداره که دخترای او سطر پوش نباشه. دختری که نماز خونه امکان نداره که فرزندای او بی نماز شوند. پدر ای در بیرون ای، نکی زن همیشه در داخل خونه ای. اول زن، آخر زن، آنگه زن مرد. پروردگاری فرزنده که مبارک بگردونه برای حاجی و خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه. فرزند خوب، صالحه، مستوره، محبه خدا و پیغمبر به کمالش برسونه و شرافت خودم ای طفلک معصوم و شرافت احیای سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، خداوند بزرگ فیض برکات هرگز از این منزل محفل منقطع نگرداند. آمین. دست پنهان نیست، عالم السر و خفیاتی، زیر و بالا نمیتوانم گفت خالق الارض و السماواتی. شکر حمد تو چند توانم کرد، حافظ فی جمیع حالاتی. هر دعایی که میکنند این بندگان دست به دعا برداشته. پروردگار دعای ما بنده‌های عاجز در این محفل خیر که سنت از سنت‌های حبیب محمد صلی الله علیه و سلم است، اون است که ارواح گذشته هامون، ارواح گذشته های صاحبای این منزل این محفل رحمت و مغفرت کنی. با بیماران پروردگار شفای کامل و عاجل عنایت فرمایی. خداوند برادر و فرزندای رهدورمون در پناه امن اسمت محفوظ بداری و سالم و غانم سربلند تنصحت با دیار بر بگردانی. پروردگار با بی زن و زن صالحه نصیب گردانی، بی فرزندار را صاحب فرزندای خوب و صالحه سازی. حاجی دلشادی ما را پروردگار که اینا 4 دختر دارد، شکرانه نعمتی ترا پیوسته میکند، یک پسرک هم عطا کن. پروردگار در منزلشان فیض و برکات خویش را نازل فرما. خدایا عاقبت کارمون را به خیر انجام ده. پروردگار غیرت همت منبته که وقتی صاحب فرزند میشویم سعی کنیم که فرزندا را مؤمن و مسلمان و محب به کمال برسانیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.